عشق تیرماییشون حرف بزنن که میگن آتش عشقش دنیا رو گرم میکنه، یا مردادیایی که میگن سریع بیا ثابت نیا کن نیست اینجا. در واسه کسیش ذات آدمی ذات تنهایی. به قول عباس کیارستمی که آدم ها توی تنهایی آدم ترن. امیدوارم اگر قرار تنها باشیم یا قرار تنها نباشیم، ایستگاه 1403 پایانه فروردین. خیلی اون شروع کردیم اون اولش تبریک سال نو گفتن به خاطر اینکه یه عید باستانیه. خیلی شروع کردیم یکی دو روز قبلش حلالیت طلبیدن از کار کرده و نکردمون. ولی کی میدونه که این 365 روزی که فقط چند روزش گذشته چه اتفاقی قراره بیفته. هنوز هیچی نشده، قراره از بوی نارنج اردیبهشت توی شیراز بگیم، یا دوگانگی شخصیت خرداد ماهی‌ها که اصلا نمیدونیم راسته یا دروغ. تیرمایی هم که مدعی اینن که آتش عشقشون دنیا رو برمی‌داره و زمین رو گرم میکنه، یا مرداد ماهیایی که میگن ما یه شیریم و مثل یه شیر به دنیا میاییم و مثل یه شیر از دنیا میریم، یا اون شهریور ماهیایی که سریع از کوره در میارن و به آنی ساکت میشن و میان از دلت در میارن. مهر ماهی‌ها هم که میگن ما زاده مهریم و مهر و محبت رو یه جوری پهن میکنیم وسط سفرهاتون که نمیدونی از کجا محبت دیدی. این همه ما 4 تا دونه فصل 365 روز قراره بچرخه. خیلیامون قراره 2 نفره بشیم، خیلی از 2 نفره بودن میشیم 1 نفر تنها. ذات آدمی ذات تنهایه. به قول عباس کیارستمی که آدما توی تنهایی آدم‌ترن. امیدوارم اگر قراره تنها باشیم یا قراره تنها نباشیم انقدر آدم باشیم که بتونیم فقط برای یه ذره، برای یه لحظه، برای یه سلام حال دل همدیگه رو